سلام دوستان اعضای کانال یوتیوب. خب امروز میخوام آموزش زدن کد مرس ایردراپ همستر رو بهتون توضیح بدم. اول از همه میرین بخش ارن پر تپ رو اینجا میزنین، نگه میدارین، بعد 3 ثانیه نگه میدارین برای حرف تی، بعد 3 بار 3 ثانیه نگه میدارین، 1 2 3. خب این حرف او الان تشکیل شد. حالا بریم حرف N، بعد 3 ثانیه نگه داریم، بعد نقطه رو بزنیم. خب اینم از کد دیلی، کد مرس امروز. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید. خدا نگهدار.